5. حقیقت کمتر شنیده شده درباره شاهان. 1. کمبوجی دوم، پسر کوروش بزرگ، وقتی مصر رو فتح کرد خودش رو فرعون نامید و بر تخت پادشاهی فرعونها نشست. اون تنها پادشاه ایرانی بود که بر مصر حکومت کرد. 2. کوروش بزرگ بدون جنگ بابل رو فتح کرد. مردم شهر با گل و شادی ازش استقبال کردند. او از معدود فرمانروایانی بود که احترام مردم شکست خورده را با عدالتش به دست آورد. 3. شاپور دوم ساسانی قبل از به دنیا اومدن پادشاه شد. چون پدرش فوت کرده بود، اشراف تاج رو روی شکم مادر باردارش گذاشتن تا او از شکم مادر پادشاه باشه. 4. داریوش بزرگ دستور داد یک کانال عظیم در خاک یونان حفر کنن تا ناوگان دریایی ایران ازش عبور کنه. این پروژه صدها سال از زمان خودش جلوتر بود و نشون دهنده مهندسی فوق‌العاده ایران باستانه. 5. نادرشاه افشار پس از حمله به هند انقدر طلا، جواهر و غنیمت به ایران آورد که برای 3 سال از مردم هیچ مالیاتی نگرفت. ثروت خزانه ایران در اون زمان از تمام اروپای غربی بیشتر بود.